ما فرمول معادله وی زد رو پیدا کردیم، معادله آی زد رو هم پیدا کردیم. حالا می‌ریم یک تعریف دیگه انجام میدیم به نام رفلکشن کوفیشنت. توی سیستم های مخابراتی بیشتر از این که بتونیم در حقیقت امپدانس و چیزهای دیگر رو ولتاژ یا جریان رو اندازه بگیریم، این ضریب رفلکشن کوفیشنت رو میشه اندازه گرفت و توی کاتالوگ ها و بروشورها خواهیم داشت. اینجوریش تعریف میشه: ولتاژی که برگشته یا توانی که برگشته یا سیگنالی که برگشته به سیگنالی که ارسال شده، یعنی نشون میده که چقدر سیگنال بازگشتی داریم. پس گاما صفر ما، یعنی گاما صفر هم در نقطه زد مساوی با صفره. حالا اگه اینو به این شکل نگاه بکنیم و زد رو اینجا منهای ال بگیریم، حالا مختصات رو تغییر بدیم، زد رو منهای ال بگیریم، اونجا زد رو به سمت دلتا زد یعنی افزایش میدادیم، اینجا حالا نقطه‌ای که لود هستش رو بگیریم صفر و این طول سیم خط انتقالمون در نظر بگیریم، بشه زد مساوی با منهای ال، یعنی برمیگرده. مختصاتمون رو تغییر دادیم نسبت به اونچه که فرمولا رو به دست آوردیم. آنچه که برمیگرده یعنی ضریب رفلکشنمون، ضریب انعکاسمون در بار هستش. وی منفیمون مقدار ولتاژی که داره همینجا برمیگرده به وی مثبتی که ولتاژی که رسیده به دو سر بارمون در زد مساوی با صفر. بنابراین گاما صفرمون هستش وی منفی به وی مثبت. خب ما وی زد رو که داریم، از اون فرمول معادله اصلی وی زد یه وی پلاس فاکتور میگیریم، نهایتاً یه وی پلاس که فاکتور گرفتیم میشه ای به توان منهای کا زد، میشه وی منفی به تقسیم بر وی پلاس که به جاش گاما صفر رو میذاریم. برای جریان هم به همین صورت عمل میکنیم. حالا یه معادله جدید داریم مبتنی بر گاما صفر. الان میتونیم بر اساس این امپدانس رو میتونیم محاسبه کنیم دیگه. زد ما هستش ولتاژ امپدانس امپدانس خطمون، امپدانس هر نقطه از خط که داریم نگاه میکنیم چجوری به دست میاد؟ هستش ولتاژمون در اون نقطه تقسیم بر جریانمون در اون نقطه. خب حالا در نقطه صفر اگر بیایم این رو تقسیم بر این بکنیم، خب زد مساوی با صفره، اینجا نقطه زد در لود، این رو زد مساوی با صفر در نظر گرفتیم. این رو صفر بگیریم، این میشه یک به اضافه اینم که میشه یک، میشه یک به اضافه گاما صفر و اینم که یک منهای گاما صفر میشه، ویام میره و نهایتا زد ال ما یعنی زد در نقطه زد مساوی با صفر که همون زد لود ما هستش برابر میشه با زد صفر در یک به اضافه گاما صفر یک منهای گاما صفر، چون وی زد تقسیم بر آی زد شده و زد رو مساوی با صفر در نظر گرفتیم. بنابراین زد صفر ما که در حقیقت زد در نقطه صفر ما که همون زد لود ما هستش برابر با زد صفر یعنی امپدانس مشخصه خط در این فرمول که ما بعداً این یک به اضافه گاما صفر رو تقسیم بر یک منهای گاما صفر رو تحت عنوان SWR یا Standing Wave Ratio تعریف میکنیم که نشون دهنده میسمچ یا عدم تطابق بین زد ال و زد صفر هستش که هر چقدر این کسری که اینجا داریم به سمت یک میل بکنه یعنی زد ال داره با زد صفر برابری میکنه و هر چقدر داره بزرگتر میشه یعنی داره چیه؟ عدم تطبیق بین زد ال و زد صفر وجود داره که در بررسی بعدیمون خواهد آمد. از همین فرمول زد ال مساوی با زد صفر در یک به اضافه تقسیم بر یک منهای گاما صفر، این رو اگر شما برعکسون بر مبنای گاما صفر میتونه به دست بریم، میشه گاما صفر زد ال منهای زد صفر تقسیم بر زد ال به اضافه زد صفر. خب این فرمول خیلی مهمی هستش که باید روش کار کنیم. برای ادامه بحث دو تا تغییر رو اون فرمول های اولیه که به دست آوردیم که داشت زد به سمت زد به اضافه دلتا زد حرکت میکرد، گفتیم حالا برعکسش میکنیم، زد در لود میشه زد مساوی با صفر و هرچی به سمت قبل از لود میاد میشه به سمت منهای ال هستش. و این یک تغییر. یه تغییر هم اینه که میایم صحبت بر اساس این میتونیم در حقیقت این لاس رو
چون مقدار کمی داره ازش صرف نظر کنین. خود این کا برابر بود با کی آر، یعنی کی بخش حقیقیش به اضافه کی بخش موهومیش. خب اگر ما آر و جی رو، یعنی اتلاف رو صفر بکنیم و اینو لاسلس در نظر بگیریم، بنابراین فقط یه قسمت موهومی باقی میمونه که جی اومگا رادیکال ال سی هستش. ما این قسمت موهومی رو بتا در نظر میگیریم، یعنی کای ما در وضعیتی که خط لاسلس هستش و اتلافی نداره، اون کار رو بتا در نظر میگیریم و به همین صورت از این به بعد دیگه زد رو هم منهای ال میذاریم تا بتونیم بر مبنای خط و طول خط یا امپدانس در نقاط مختلف قبل از زد ال اینها رو بررسی کنیم. خب پس قدم اول این بود که ما لاسلس در نظر گرفتیم. وی زدمون طبق فرمولایی که داشتیم هستش منهای جی بتا زد به اضافه گاما صفران. به همین صورت آی زد هم به همین صورت داریم. فعلا حالا فقط بتا رو اینجا معرف لاسلس بودن خط و بدون اتلاف در نظر گرفتن خط انتقالمون هستش. خب بقیه کار رو ادامه میدیم. اینجا میایم وی زدمون رو یه دی در نظر میگیریم یا ال در نظر میگیریم که و از یک ای به توان جی بتا دی هم فاکتور میگیریم، یعنی تقسیمش میکنیم. این دل پرانتزی که داشتیم کار میکردیم اینجا تقسیم بر ای به توان جی بتا زد میکنیم، این رو خارج میکنیم ازش. میشه وی پلاس ای جی بتا دی در یک به اضافه گاما صفر. خب تقسیم بر چی شده بود؟ ای با لحاظ این که زدمون منهای دی بود این مثبت شده، اینجا به همین صورت زدمون منهای دی بود مثبت میشه و ما ای جی به توان بتا دی ازش استخراج میکنیم. چیزی که باقی مونه یکی به اضافه گاما صفر ای به توان منهای جی 2 تا بتا دی هستش. خب ما این تیکه رو میگیریم ای دی، یعنی ولتاژ ما داره حرکت میکنه، سیگنال ما که داره میره، این دامنه موجی است که داره حرکت میکنه در نقاط مختلف و یکی به اضافه گاما دی هم بعدا خواهیم دید که ازش یه ضریبی در آوردیم به نام ترانزیشن کوفیشنت. ما یک ضریب به نام رفلکشن داشتیم، یه ضریب به نام ترانزیشن داریم، یعنی ضریبی که نشان دهنده این که چه حجمی از این ولتاژ انتقال پیدا کرده رفته اون سمت خط. خب گاما دی ما هستش گاما صفر ای به توان منهای جی 2 تا. این چی داره میگه؟ این گاما صفر ما در حقیقت برابر است با اندازه گاما صفر در ای به توان جی تتا ال. میگه که در نقطه بار گامای ما یا رفلکشن ما، ضریب رفلکشن ما برابر با اندازه گاما صفر هستش. از هر نقطه از خط هم به این نگاه کنیم، اندازه گاما در تمام طول خط برابر با اندازه گاما صفر هستش، اما به اندازه 2 تا بتا دی، به اندازه 2 تا بتا دی تأخیر درش ایجاد شده و عقب افتاد. خب برای وی دی که اینجوری شد، برای آی دی هم باز جایگذاری ها و نهایتا برای آی دی هم میشه آ دی زد سه یک منهای گاما دی، برای جریان یک منهای گاما دی. خب صحبت کردیم که این یک به اضافه اندازه گاما صفر در یک منهای اندازه گاما صفر هستش. استندینگ ویرش رو داره میسمچ رو زد ال به زد صفر نشون میده که هر چقدر این بزرگتر از یک باشه یعنی میسمچه و رفلکشن ما داره زیاد میشه، اما هر چقدر به سمت یک نزول میل پیدا بکنه یعنی رفلکشن ما داره به سمت صفر، یعنی ما هیچ گونه دیگه سیگنال برگشتی نداریم. همه آنچه که هست سیگنالی که فرستادیم توی لود ما چی شده؟ استفاده شده، یا مثلا توسط اون حالا مفهوم آنتن داشته باشه تشعشع پیدا کرده و منتقل شده.
امپدانسش رو پیدا کنیم. امپدانس ورودی از هر نقطه بخوایم نگاه کنیم در طول این خطه هستش VD بی آی دی. تقسیم رو که انجام بدیم میشه Z0 در 1 به اضافه گاما دی تقسیم بر 1 منهای گاما دی. این میشه امپدانس ما. اگر این رو بیاییم در ای به توان جی بتا دی ضرب کنیم و به جای گاما دی هم آنچه که هستش قرار بدیم، فرمولش رو، یعنی زد ال منهای Z0، جایگزینی ها رو انجام بدیم، گاما دی که بود در حقیقت خب ای به توان جی بتا دی به اضافه زد ال منهای Z0 تقسیم بر زد ال به اضافه 3 در ای به توان منهای جی بتا دی از این فرمول به دست اومده. در ای به توان جی بتا دی اینجا ضرب شده صورت مخرج برای این کسره. نهایتا وقتی مرتبش کردیم شده زد ال در این به اضافه Z0 در این معادله، زد ال در این. خب ای به توان جی بتا دی به اضافه ای به توان منهای جی بتا دی هستش کوسینوس بتا دی. و این هم هستش سینوس بتا دی. اینا که مرتب شده این فرمول بر اساس کوسینوس بتا دی و سینوس بتا دی. تقسیم بر کوسینوس بکنیم بر مبنای تانجان این به دست میاد و میشه فرمول امپدانس خط ما از هر نقطه که بخوایم نگاه کنیم این به دست میاد.